سلام به دوستان خوب و خوشمرام خودم. آقا یادتونه شبای پیش درباره پیش‌لرزه های زهرخوری با هم صحبت میکردیم؟ حالا الان کار از پیش‌لرزه گذشته و یواش یواش آثار سونامی نمایان شده. دیروز علیگدا با لرزش ریش و چونش اولین لرزه های این زلزله 100 ریشتری رو به همه نشون داد. نکته اول تشکر از دستاندرکاران این مذاکرات طولانی و نفسگیر است. رئیس جمهور محترم، هیئت مذاکره کننده بالخصوص که حقیقتاً زحمت کشیدند و تلاش کردند، چه این متنی که تهیه شده است در مجاری قانونی پیشبینی شده خود تصویب بشود و چه نشود، اجر آنها محفوظ است. این رو به خود اون برادران هم از نزدیک عرض کردیم. چی رو تصویب بشود و نشود؟ بوی زهر دهنت عالمو برداشته. بعد میخوای اینجوری خودتو مسلط نشون بدی که مثلا مهار اوضاع تو دستته. ول کن بابا این حرفا رو که اصلا به ریختت نمیاد. جای این سیر داغ پیاز داغا برو سراغ اصل مطلب. بگو ببینم چجوری میخوای به دلواپسای نظامت دهنه بزنی؟ البته برای تصویب این متن یک مسیر قانونی پیشبینی شده ای وجود دارد که باید این مسیر را طی کند و خواهد کرد ان شاء الله. انتظار ما این است که دستاندرکاران با دقت مصالح کشور را، مصالح ملی را در نظر بگیرند و اون چرا که تحویل ملت خواهند داد بتوانند اون رو با گردن افراشته در مقابل خدای متعال هم ارائه بدهند. بابا کیو میخوای گول بزنی علی گدا؟ دستاندرکاران کدومه؟ مسیر قانونی چیه؟ نکنه میخوای شورای نگهبان و مجلس وحوش تو به جای کنگره و سنا غالب کنی؟ آخه این حرفا که واسه جماعت دلواپس آب و نون نمیشه. بابا یه اقتداری چیزی نشون بده. الان مضحکه خاص و عام شدی عظما. نکته بعدی این است که چه این متن تصویب بشود و چه نشود، به حول و قوه الهی اجازه هیچ گونه سوء استفاده ای از آن داده نخواهد شد. اجازه خدشه در اصول اساسی نظام اسلامی به کسی داده نخواهد شد. قابلیت‌های دفاعی و حریم امنیت کشور به فضل الهی حفظ خواهد شد، اگرچه می‌دانیم دشمنان بر روی این نقطه به خصوص تکیه زیادی دارند. اوه، کوه ولایت باز موش زایید که زدن سانتریفیوژات و دستگاه آب میبگیری کردن، بعد قپوز قابلیت‌های دفاعی در میکنی. بعدش هم کدوم اصول؟ مگه تو غیر از مال مردم خوری و کشت و کشتار اصولی داری که نگران خدشه‌دار شدنشی؟ دوره این ید و اطفارا گذشته علی گدا. با این حرفا فقط فلاکت خودتو نشون میدی. فکر میکنی کسی نمیدونه از چی اینقدر وحشت داری؟ چون خطر جدی خودت هم طاقت نیاوردی و پرده رو کنار زدی و کار موشکافو آسون کردی. ملت ایران باید متحد باشه. از این قضایای هسته‌ای و غیر هسته‌ای و اینها دو دستگی درست نشه. بالاخره یک کاریش داره انجام میگیره، مسئولینی داره دنبال میکنن، انشاءالله اون چه که منافع ملی هست اون رو تشخیص بدن و دنبال او باشن. تو مردم نباید دو دستگی به وجود بیاد.
دشمن اینو میخواد. بفرمایید. اینم به زبون اشهر. خلاصه این که رفقا از همین روزه علیگدا میشه فهمید که چه آواری رو امام آخوندا خراب شده. این تازه شروع دوران پسا زرخوریه، بقیهشم تو راه عظما. رقصای داغ و شفاف با آقای موشکار، با آقای موشکار.